گفتنی هستم که در این نوار خوب دیده می شود که اون نفری که رقص میکند یک آستین کرته اون از تور عبارت است. این وابسته به حجاب هم نیست، این وابسته به عفت هر یک دختر تاجیک است که کدام دختر تاجیک فرق ندارد که حجاب دارد ندارد، به خودش اجازت میدهد که در چنین یک محفل مثلا چنین یک رقصی پر از فحش را انجام دهد. چیز دیگری که در این نوار شاید Я будто погибаю, снова иду в кровах и грустом заливаю. Остановись ты так далеко, лёка, лёка, ты только мне одна нужна, одна лишь только. خیلی میخواستم نظر شما رو راجع به نواری که انیقترش حدود 2-3 هفته است در سامانه تاپ ویدیو نشر گردیده است و تعداد زیادی مردم هم تماشا کردند. چیزی که در این نوار بیشتر باعث توجه است اونجا دختری به اصطلاح حجاب پوشی است که به طور اروپایی رقص میکنه. خب نظر شما چی است؟ پیش از اونی که درباره نوار صحبت کنیم باید بگویم که اصلا در عصر 21 صحبت کردن در مورد لباس با گمان من این یک کار عاقلانه نیست، چون که این حال دیگر ملت‌ها در فکر کیهان هستند، ولی مردم ما متاسفانه از معلم تا نمیدونم منصبدارا در فکر لباس مردم هستند. اگر حجاب را به خاطر انسان عبارت کنند، حتما اگر از چشم اون انسان دورتر باشند ممکن است که به هر کار دیگر هم دست بزنند، ولی چون این لباس به خاطر خدا پوشیده می شود، گمان میکنم در هر جایی که باشند اون نفرانی که این لباس را میپوشند فکر میکنند که خداوند اونها را در هر جایی که باشند میبیند. چون ما در یک جامعه دموکراتیک و آزاد زندگانی داریم، پس باید هیچ نفری از پشت لباس تعقیب نشود، نه نفر کافر خوانده شود از پشت پوشیدن لباس و نه نفر تروریست و افراطی. در مورد این نوار همین خدشریت اون را اهمیت ندادن، این فرشی این صحنه است. اگر بینندگان خوب به فرش صحنه اهمیت دهند، خوب میبینند که در آنجا رنگ‌های بیرقی کدام نفران گذاشته شده است. این تنها یک فرضیه است و این تنها مثلا یک اندیشه من است. نمیدونم تا کجا اون نفری که این وزن را تشکیل کرده است آگاه است که این رنگ‌ها چی را افاده میکنند. به هر حال قضاوت از خود تماشابینان است که تا کجا به چنین نوار باور دارند. السلام علیکم بابای شام، داملای عزیز شیرین سخن، ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گویید. خیلی داره عزیز جواب میگه انشالله. یکی هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیلی نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمود نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیلی نمودیم نزدیکی را با همسر من نکرده. این گپش ناتوگریست. این گپ بودم خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی، خوب اکنون اون طرفش نمیگم چیزا کتابا گفتی اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافا، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن است. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده است در کتاباش هم میخوام گویم. یا حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیش عروس پیشتان میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید، ینگه ها برآمده که میروند. گفتیم ملک خانه به خوشتامن که شد، شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه، پیش کلین روی عروس روی مال از سرش برداره. این وقتی عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاش. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این
عروس از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست، خدای از وی من پناهی. این است آداب اولی جوان یعنی شهر بچه ها. این یک. دویمش وقتی که هرتون در بالای دیوان میشینه، در حال او رو غلطانده بالای سوار نشد. رسول اکرم نهی کردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة، شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، باید بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد، میانچی باشد. اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول، میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله، یادم اکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آهسته آهسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد، انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو، تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو بشت ما کار نداریم. بچه های خوشلو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم شد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن، از این همخوابگی برای من فرزندی خوب صالح اهل ایمانی به دنیا بیار. انا این دعا رو کنه بچه هاتون بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های، بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های، به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادران شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش آقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیدونی، تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاق به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. این دعا رو کنه، این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم. دادر عزیز تکی جاگه که در آمدی هدیه در بالات پرتو کاری تو سنش، فقط حرکت کن که مانندی بدبختای اروپایی که هموسکسوالیستا بارین در قفا نکنیتون. در راه پیش به هر نوعی که میکنی کاری شما حلال پاکیزه هستیم. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها من برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای زنت خودت حلال است، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن، و از عقیب در جای افلاسیان نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگی میکنی، راستا میکنی، یفاره میکنی، چرغاب میکنی، کارش بابایشان التماسی زیاد داریم. ما بچه های سکلدی وگزل، پرویز و منصور و فریدون، برای آنکه قریب 3-4 بار مکتوب می نویسیم شما به ما جواب نمی دهید. التماس این مکتوب ما را رد نکنید. در وگزل در یک حولی در درختان با زبان عربی نوشته شده است، همین را اثبات کنید. برای ما یک دعای کاملی. خیلی چیز نوشته شده، چیزی گمله و یگان فضیلت ندارد در شاید کدام آدم نوشتگی باشد او را، یا شاید یگان خطای است هم تو پوست درخت پیدا شده است، با هیچ یگان فضیلتی زایتی ندارد. او درخت یگان فضیلت ندارد. بنابراین جوانای از چند بار من این عصر 21 شده است، دیگر شما به این خرافات ها فریفته نشوید، باور نکنید. آنان که میگن یک گوسفند در پاش الله نوشته، یک رو دین یک دو کنیجک نزد من واهی مزیر کرده آمد، همین هفته گذشته مادر قتی دخترش با حجاب اسلامی خدا نگهش دارد بوده که 1 ساله همین پایان پاشته رانش یک خالی سرخ است دراز شدگی، پیش کدام ملای خدا زده برده و گفته این نام محمد نوشتگی است. بیچاره تعریف آماده اول مادر دیدم این هیچی نیست، خال است، این حرکت به میشد. خوب اگر نام محمد هم که باشد هیچ ضرر ندارد تو مفری.
اب همه هر چیز شما تشبیه شده میگردید. خواه در درخت لفظ الله نوشتگی است، خواه لفظ محمد چیزی که نوشتگی باشد وقتی در کاری برش مایده کنی اللهش کنی در کارتون میشه، هیچی فضیلت نداره. یا گوسفندی که من امروز در کجا همین رانوش یا پشم سفید پیدا شده پیدور دیدیم که همین رنگ همین سیختی الله، این الله خیلی الله گفتنی هستم که در این نوار خوب دیده می شود که اون نفری که رقص میکند یک آستین کرته اون از تور عبارت است. این وابسته به حجاب هم نیست، این وابسته به عفت هر یک دختر تاجیک است که کدام دختر تاجیک فرق ندارد که حجاب دارد ندارد، به خودش اجازت میدهد که در چنین یک محفل مثلا چنین یک رقصی پر از فحش را انجام دهد. چیز دیگری که در این نوار شاید Я будто погибаю, снова иду в кровах и грустом заливаю. Остановись ты так далеко, далеко, ты только мне одна нужна, одна лишь только. خیلی میخواستم نظر شما رو راجع به نواری که انیخترش حدود 2-3 هفته است در سامانه تاپ ویدیو نشر گردیده است و تعداد زیادی مردم هم تماشا کردن. چیزی که در این نوار بیشتر باعث توجه است اونجا دختری به اصطلاح حجاب پوشی است که به طور اروپایی رقص میکنه. خب نظر شما چی است؟ پیش از اونی که درباره این نوار صحبت کنیم باید بگویم که اصلا در عصر 21 صحبت کردن در مورد لباس با گمان من این یک کار عاقلانه نیست، چون که این حال دیگر ملت‌ها در فکر کیهان هستند، ولی مردم ما متاسفانه از معلم تا نمیدونم منصبدارها در فکر لباس مردم هستند. اگر حجاب را به خاطر انسان عبارت کنند، حتما اگر از چشم اون انسان دورتر باشند ممکن است که به هر کار دیگر هم دست بزنند، ولی چون این لباس به خاطر خدا پوشیده می شود، گمان میکنم در هر جایی که باشند اون نفرانی که این لباس را میپوشند فکر میکنند که خداوند اون را در هر جایی شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه گفتن ولیکن بینکما رسول، باید بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد، میانچی باشد. اصحاب گفتن یا رسول و من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام و القبله، یاد مکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آیسته آیسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کشو انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو مشت ما کار نداریم. بچه های خوشلو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم شد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان رو دور کن، از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمانی به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه هاشون بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون عاقی پدر های، بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های، به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادران شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش عاقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیده، تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاق به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. این دعا رو کنه این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من نشیتم. دادر عزیز تکی جاگه که در آمدی ادیال در بالات پرتو کاری توسنش، فقط حرکت کن که مانندی بدبختای اروپایی گموسکسوالیستا بارین در قفا نکنیتون. در راه پیش به هر نوعی که میکنی کاری شما حلال پاکیزه هستیم. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها من برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای زنت
خطوط حلاله، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن و از عقیب در جای افلاسیون نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگی میکنی، راستا میکنی، یا پاره میکنی، چرغا میکنی، کارش بابایشان التماس زیاد داریم. ما بچه های کلدی وگزل، پرویز و منصور و فریدون، برای آنکه قریب 3-4 بار مکتوب می نویسیم شما به ما جواب نمی دهید. التماس این مکتوب ما را رد نکنید. در وگزل در یک حولی در درختان با زبان عربی نوشته شده است، همین را اثبات کنید. برای ما یک دعای کامل. خیلی چیز نوشته شده، چیزی گمله و یگان فضیلت نداره در. شاید کدام آدم نوشتگی باشد او را، یا شاید یگان خطای است هم تو پوستی میبینم. چون ما در یک جامعه دموکراتیک و آزاد زندگانی داریم، پس باید هیچ نفری از پشت لباس تعقیب نشود. نه نفر کافر خوانده شود از پشت پوشیدن لباس و نه نفر تروریست و افراطی. در مورد این نوار همین خدمت اون را اهمیت ندادن. این فرشی این صحنه است. اگر بینندگان خوب به فرش صحنه اهمیت دهند، خوب میبینند که در آنجا رنگ‌های بیرقی کدام نفران گذاشته شده است. این تنها یک فرضیه است و این تنها مثلا یک اندیشه من است. نمیدونم تا کجا اون نفری که این وزن رو تشکیل کرده است آگاه است که این رنگ ها چی را افاده میکنند. به هر حال قضاوت از خود تماشابینان است که تا کجا به چنین نوار باور دارند. السلام علیکم بابای شام، داملای عزیز شیرین سخن، ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گویید. خیلی داره از این جواب میگه انشالله. یکم هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیل نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیل نمودی نزدیکی را با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوگریست. این گپ بودم خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی، خوب اکنون اون طرفش نمیگم چیزه که کتاب گفتیه اولش میگم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافه، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن است. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباش هم میخوام گویم. در حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگیم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیشی عروس پیش تا میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید، ینگه ها برآمده که میرون. گفتیم مالا خانه به خوشتامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین رو به عروس روی مال از سرش برداره. این وقت عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاست. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدای از وی من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی شاه بچه ها. این یک. دویمش وقتی که هستن در بالای دیوان میشینه در حال او رو غلطانده بالای سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة